آقا من نمیدونم چه حکمتیه، چه موضوعی داستانیه. قشنگ یه تنه شماها زدید به آبروی رفارسا. کی رفارسی اینطوری بوده؟ کی اصلا این داستانا توش بوده؟ من نمیدونم شماها اصلا چه فکری میکنی. حالا لقبایی که رو خودشون هم گذاشتن، کینگ و بیگ و اون یکی میگه شاه و فلان و خیال بابا. شاهی چی کنه؟ اون یکی به خودش میگه شاهی، بس که گیشنیز و ترم نیست. شاهی اکسپلو رو باز میکنی، ناموسا این رو باز میکنی، اکسپلو رو باز میکنی، یارو میگه عذرخواهی میکنم از قضایی فلان، غلط کردم. بس که دیروز داشتی میگفتی تابع قوانین جمهوری اسلامی. گنده نگوزید وقتی سایز کونتون کوچولوه. گنده نگوزید، اندازه سایز کونتون بگوزید. آره گنده گوزیدن اینه دیگه جوابش. نزنید به آبروی رپ بابا ناموسن. یه کسایی امثال مثل رضا پیشرو، حسین ابلیس، امیر تتلو، یاز فلانی، آره خیلی اصلا من میام کل نسل یک خاک این کارو خوردن، فراری شدن از مملکتشون رفتن بیرون که بخواید شما اینطوری مثلا بخواید جوابشو بدید، اینطوری ادارش کنید. اصلا البته به شما که اداره کردنش نمیرسه، شما فقط یه تنه زدید به آبروی